سلطان تخریب کی بود؟ سلطان انتقاد از این آشغالان منم. یوتیری سلام علیکم. آزاد از کله شما برهوده ما. امروز من میخوام این تارا رو تخریب کنم تا جنس آشغال تحویل مردم ندن. اینجوری بود؟ آره. برو بریم. جدی فکر کردیم میزنم الان؟ خیلی ها تو فضای مجازی با فجیع ترین شکل ممکن دارن ویوهای میلیونی میگیرن. کی؟ هر کی میگه من نبودم. میری تو پیجش میبینی فالوش داره. بابا 5 ساله خدای پدرم در اومد اینجا. از جون دل دارم مایه میذارم بدون 1000 تومن انتظار از شما. عکس، فیلم، ادیت فلان همه جورم پشتتون هستم. هیچ چی نمیخوام. امثال منی که داریم زحمت میکشیم باید دیده شیم. این بایدم دست من شماست. خواهش میکنم دلی یه کامنت بذار، یه دونه لایک کن، بذار این پست دیده شه، بذار ما هم بهتر از این بهتون سرویس بدیم. خیلی مخلصم. نظرتون رو در مورد تارا به من بگید اگر تجربه استفادهش دارید. حیفش نیست من اینو با داست بزنم تو کامنت ها بگید شما بودی با چی میزدی اینا.